سلام، اسم من نیکتاست و این اولین ویدیو منه و قراره که امروز با هم ژورنال نویسی رو یاد بگیریم. خب من میخوام آبجوش عسل لیمو درست کنم برای خودم و مهرداد که صبح پا میشیم اینو بخوریم یکم گلومون تازه میشه و بعد صبحونه. حقیقتا یکم استرس داشتم برای اینکه اولین ویدیومو بخوام ضبط کنم، ولی هر چیزی که بشه قراره اینو بذارم. من چند وقته که دارم ژورنال می‌نویسم. بعد حالا چند نفر تو اینستاگرام پرسیدن که چجوری ژورنال چی هستن، چی می‌نویسی و اینها. دوست داشتم امروز بیام توضیح بدم چجوریه، من چی می‌نویسم، چی باید بنویسیم، چی نباید بنویسیم. البته ببین باید نباید واقعا نداره، ولی مثلا یه سری نکته شاید شما بگین من تو ژورنالم اضافه کنم، یه سری نکته شاید من بگم شما اضافه کنین. خوبه که از هم یاد بگیریم دیگه. به هر حال من زمان داشتم تو اینستاگرام فعالیت میکردم، خیلی محکم و قوی داشتم جلو میرفتم، مثلا فالوورام دوست داشتم بره بالا، حالا مثلا 3000 تا، ولی بالاخره یه سری اتفاقات تو زندگی آدم میفته که ممکنه کلا مسیرش عوض شه، افکارش عوض شه، روی شخصیتش تاثیر بذاره. خب من بعد از فوت پدرم یکم از فضای مجازی دور شدم، یعنی هنوزم همینطوری هم از اینستاگرام خیلی هنوز دورم. شاید ماهی یه بار یه دونه استوری بذارم. بعد چند ماه تازه من چند وقت پیش یه استوری از خودم یه سلفی گذاشتم. ولی یوتیوب رو واقعا دوست داشتم شروع کنم. اصلا جو یوتیوب رو واقعا دوست دارم، احساس میکنم راحت ترم باهاش. علاقه‌ای که میخوام دنبال کنم و همونجا از همون روز شروع میکنم. اصلا نمیخوام بذارم مثلا بگم دنبال بهونه باشم، بگم این خوب نیست اون خوب نیست، از روز بعد فلان چلان بهمدان. برای همین فقط میخواستم شروع کنم. اگر هر نکته بدی خوبی هر چیزی هست لطفا بهم بگین. با اینکه هنوز سابسکرایبری ندارم، ولی خب ایشالله که با همین ویدیو بتونیم همو پیدا کنیم. خیلی دوست دارم لایف استایل، ولاگ یا حالا هر پیشنهادی که شما داشتین فعالیتمو اینطوری توی یوتیوب شروع کنم. خب بریم اینو بخونیم و همزمان ژورنالم که می‌نویسم براتون توضیح میدم که چی به چیه. اول از همه میخوام دفتر خوشگلمو نشون بدم. یعنی من اینو دیدم عاشقش شدم. چیزایی که من می‌نویسم اینجوریه که اول تاریخ میزنم. مثلا می‌نویسم امروز 14/6. اولین چیزی که می‌نویسم حال و هوای اون لحظه بیدار شدنمه، اون احساسی که لحظه بیدار شدن دارم. مثلا امروز چجوری پا شدم، حسم چی بود، حالم خوب بود، حس غم داشتم، یه تلفن خوب بود، یه تلفن بد بود، جوری که صبحم بالاخره شروع شده. میتونه یه صبح خیلی معمولی به فقط بنویسی که صبحم خوب شروع شد، اوکی بودم، بیدار شدم، صبحونه برای خودم مثلا اوتمیل درست کردم خوردم. همین یه خط، یه جمله. دومین چیز بابت 3 تا چیزی که قدردانی یا شکرگزاری، 3 تا چیز رو می نویسی. من خودم مثلا حالا کلی تر رو صبح می نویسم، چون من آخر شبم ژورنالم رو باز ادامه میدم. من فکر میکنم اینجا خیلی نورش بهتره، نور مستقیم واقعا خوبه. خب داشتم میگفتم میخوای قدردانی کنی، بسی همینجوری هن که نه من به خدا طاقت ندارم سپاسگزاری کنم. ببین بچه‌ها، این قدردانی که میکنی یا از خودته یا از ضمیر ناخودآگاهته یا از هر چیزی که بهش اعتقاد داری. یعنی واقعا حتی به هیچ چیز اعتقاد نداشته باشی، به ضمیر ناخودآگاه اعتقاد داری. وقتی بابت یه سری چیزای کوچیک، یه سری چیزای کوچیکی که مثبت توی زندگی تمرکزت توی اونا میذاری، ناخودآگاه باعث میشه که دیدت نسبت به زندگی مثبت‌تر شه، جزئیاتو بیشتر ببینی و از اون افکار منفی که در طول روز میاد سراغت خودتو رها کنی. خب اهداف روزانه‌تون رو بنویسید. اهداف روزانه خیلی مهمه بچه‌ها. 3 تا سعی کنین بیشتر ننویسین، ماکسیموم 3 تا.
چون وقتی بیشتر می‌نویسی ممکنه مثلا بهش نرسی و یه حس عذاب وجدان بیاد سراغت. مثلا 3 تا هدف هر چیزی میتونه باشه. امروز ورزش کنم، امروز باید فلان تلفن رو بزنم به فلان کس، امروز باید برم مثلا دیدن مادرم، امروز باید این کار کنم، خونه رو تمیز کنم، هر چیزی میتونه باشه. به نظر من اگر تو هدفهای روزانه‌تون یک گزینه‌ای رو بذارین که شروع باشه برای یک علاقه یا کاری که همیشه دوست داشتین بکنین، ولی در حد کوچیک و کوتاه، یک قدم کوتاه باشه، خیلی به نظرم تاثیر مثبتی تو زندگیتون داره. مثلا مثال میزنم، من خودم همیشه دوست داشتم که پیانو رو یاد بگیرم، کلا به موسیقی علاقه دارم، ولی هیچ وقت شرایطش پیش نیومده کلاس برم. دیروز تو هدف روزانه‌ام نوشتم که یه ویدیو از آموزش سولفژ ببینم و این کارم کردم. رفتم یوتیوب سرچ کردم، چند تا ویدیو دیدم، چیزای جدید یاد گرفتم و واقعا آخر شب حس خوبی داشتم. اینکه برای علاقه‌ای که همیشه داشتم یه قدم برداشتم، واقعا حس خوبی داشت. ببین هر چیزی میتونه باشه. مثلا یکی میخواد مادر باشه، قرار مثلا مادر بشه، یکی خانه داره، هر شغلی باشه یه چیزی کوچیکی هست که باعث پیشرفتت بشه. مثلا اگه یکی میخواد مادر باشه، امروز یه کتابی شروع کنه که مثلا مال روانشناسی کودک، یه پادکست گوش کنه راجع به مثلا شرایط بهتر مادر بودن یا هر چیز بعدی که هست این که یه جمله تأکیدی برای خودم اون روز می‌نویسم. هر چیزی میتونه باشه. مثلا امروز تو مفسی توانایی انجام هر کاری رو دارم. مثلا تو مصاحبه‌ام بهتره کنم. امروز قراره که یک قدم کوچیک برای یک هدف بزرگ بردارم. هر چیزی میتونه باشه. اون بستگی به خودتون داره. بعد دیگه ژورنال آخر شبم میشه این چیزایی بود که صبح نوشتم. ژورنال آخر شبم اینه که یه مثلا درسایی که امروز گرفتم. همیشه مطمئن باشین هر روزتون یک درسی توش هست. یعنی زندگی درس جدیدی براتون داره. حتی اگر تکراری هم باشه بازم بنویس. مثلا حتی میتونی بنویسی فلان جا خشممو کنترل کردم. این یه درسه و این باعث شد که بقیه لحظه‌ام خراب نشه. میتونی از حالای خوبی که اون روز تا آخر شب داشتی بنویسی یا حتی چیزای اضافه تری که مثلا از هدفات نوشتی انجام دادی اونا رو میتونی اونجا بنویسی. مثلا من پیاده روی جزء برنامه دیروزم نبود، جزء هدفایی که نوشتم، ولی رفتم پیاده روی و خب خیلی حس خوبی بهم داد. تو این پیاده روی چیزای جدید یاد گرفتم، با دوستم صحبت کردم، حالا جفتمون خوب شد، نمیدونم کمک کردم به کسی. اینا باعث میشه هم اون درس‌ها رو داشته باشی، هم اون حال خوبه‌ای که از هدفات بیشتر انجام دادی. و باز دوباره آخر شبم 3 تا سپاسگزاری و قدردانی از خودتون حتما داشته باشین. اون سپاسگزاریات بابت هر چیز کوچیکی میتونه باشه. مثلا آخر شب که می‌نویسی مثلا امروز به گربه آب دادم، به گربه غذا دادم، دوست قدیمیمو مثلا تو راه دیدم. هر چیزی میتونه باشه. بابت سلامتیتون واقعا باید به نظرم هر روز جزو این قدردانیاتون باشه. واقعا سلامتی مهمترین چیزه. خب اینم از امروز. امیدوارم همه چیز اوکی پیش رفته باشه. اگه نور صدا هر چیزی بد بود ببخشید. این اولین تجربه‌ام بود و همینم مطمئنم میذارم تو یوتیوب. همین دیگه. امیدوارم که ژورنالتون رو بنویسین و چند سال دیگه که نگاه میکنین خوشحال باشین واقعا از اینکه ژورنال نویسی شروع کردین، چون همه جزئیات زندگیتون تقریبا می‌نویسین و خیلی حس خوبی داره. مخصوصا که چند سال دیگه بیاین ببینین واو من برای الان که مثلا نمیدونم پیانیست خوبیم یه قدم کوچیک مثلا چند سال پیش مثلا پارسال برداشتم. این باعث شده که من اون شروع رو داشته باشم. منتظر نبودم حتما نمیدونم شرایط این باشه اون باشه، برم کلاس فلان هر چیزی. مراقب خودتون باشین. تا ویدیوهای بعد